نن ورځ موږ ریویژن غواړو چې ووایو ریویژن کله چې ډراینګ کمپلیټ شوی وي تاسو ته د ریویو لپاره لیگل کیږي ریویو کوی در پی دی اف که ما ریویو می کردیم اونجا مارک می زدیم باز کامنت نوشته می کردیم خیلی به سختی میشه نه ولی در ریویت ببین که چقدر آسان و چقدر پروفشنال اینمی کار میشه دویو میری دویو اینجا ریویژن هستن ریویژن اینمی مینیو برایتان باز میشه سیز اینمی ریویژن اول دلتان اول ریویژنتان نوشته میکنی یا اونمو کلاود اول جور میکنی خوب مشکل نداره اگر اول کلاودم اونمو نوشته میکنی مشکل نیستن خب اول کلاود بانی ده اینوتیت برین ده اینوتیت سایز اینجا چی پیدا کنین کلاود نه نمی ریویژن کلاود اینمی را سلکت میکنی این را که سلکت کردی هر رقم که میخوایی ما اینمی رکتنگل میگیریم اینمی رقم یک اینجا مشکل هستن کلاودش میکنی مثلا اگر جای دیگه مشکل باشه میری باز ده خود اینوتیت ده اینمی کلاود ریویژن کلاود مثلا یک جای دیگه اینمی اینجا برایش میگیم اینه سلیکت میکن تا اینجا خب مشکل نداری که چی رقم کلاود میشه حالا میخوایم اینجا کامنت خود ما نوشته کنیم در اینجا که کدام مشکل هستن در ویو برین سیس ویو اینجا برین در شیت ایشیوز ریویژن ای را کلیک کنی اینمی منیو برایت باز میشه ریویژن نمبر 1 هستن اگر شمارهش میخوایی که نومریک باشه مثلا نوشته باشه 1 2 3 نومریک بان اگر میخوایی که شماره الفا نومریک باشه مثلا حروف باشه این میشه که باز حروف انتخاب کنی ما نومریک میمانیم تاریخ هر تاریخ که اینمی ریویژن هستن کمین میتی اونمو تاریخ نوشته میکنی زم اگه تاریخ لیکم سیده نن دی لومړی میاشتې شپږ ویشتې کنه ریویژن دیسکریپشن هستن اینجا میگیم مثلا this door should be moved to او طرف ما ویست هستن نه ویست side about 100 mm هر چیز که میخوایی نوشته کنی سیز issued چی وقت که صادر میکنی اینمی ولی ما حالی issued برش نمیگم issued تو بکی اینمی مثلا دیزاین تیم دیزاین کرده یا کسی دیگه کرده مثلا این سایپ آرکیتکت دیزاین کرده با اونمو یا کامنت میتی سیز ایس ای نوشته کنی کی اینمی کامنت داده مثلا این ما برش این انجینر نصیر نوشته میکنی issued by خب انجینر نصیر شو کلاود این تگ هم کلاود نشان بده با ما اونمو خطای چکی هستن منحنی و هم تگ نشان بده اگر میخوایی یکی کجا نشان میده باز ما میگیم یا تنها تگ باشه سیز ما یکی دیگه مرد میکنیم دومش تاریخ مثلا میتیم 2020 یک ای 24 نوشته میکنیم ریویژن 2 اینجا یک چیزی بگوین this door should be wooden instead مثلا metal یا میشه this door should be metal بخاطر که او دروازه بیرون بود ما چوب نوشته کردیم و منظوری ما ای هستن که په دې باندې وپوهیږو چې دې نه څنګه ګټه اخیستل کېږي یعنی اینجا اس ای اینجا مثلا یک نام برش بگوی که هر نامی برش چی؟ این سایپ آرکیتکت نوشته کردیم
مثلا این کار کرده این شوتو اینمی دیزاین برایتان روان کرده شما ریویو میکنی دیزاین حالی چی رقم میتونی در ریویت به آسانی و نمو کامنت هایتان بتین که وا باز اصلاح کنه او به خاطر نوشته کن خب اینم اینجا اد کرده میتونین میشه که دیلیت هم بکنین و نمبرینگ یک پر پراجکت است یک پر شیت هستن اگر پر پروژه باشه باز در شیت که شما ریویژن داده باشی از اونمو یک دو سه چی شروع میکنه اگر پر شیت باشه باز تنه در یک شیت میاد ای پسانم باز میگیم که چی رقم ما پر شیت انتخاب میکنیم سیز یعنی در یک شیت همین موضوع میاد در یک شیت و نمبر برایت نمبر مثلا در یک شیت اگر 4 کامنت داده باشی او 1 2 3 4 میاد اگر پر پروژه انتخاب کنی باز در چند شیت هم که کامنت ها داده باشی از اول شروع میکنه مثلا 5 دانه در شیت اول دادی 5 دیگه که باشه باز از 5 6 7 ای تو شروع میشه یعنی پر پروژه یا پر شیت تو نمیشه مثلا در پلان دادی در نمو گپ ندادی در سکشن دادی تو ورق خودت انتخاب کردن نمیتونی نه مسئله در نوما و چی نیست نی تنه در پروژه گپ میزنه در شیت گپ میزنه خب بالاخره سر کامنت گپ میزنی پیش میریم باز میفهمیم نمبرینگ اپشن هستن میخوای از یک شروع شوه پریپکس و سپکس خو میفهمی که پښتو کې مختاړی او رستاړی ورته وای پیشوند و پسوند میگن مثلا اگر میخوای سیکوینس ستارتینگ نمبر است یک اینجا برایش میگه که ریویژن آر بیان اونجا باز آر نوشته میکنه این اگر ای اوکی کنیم اینم اینجا اگر ببینی اینم اینجا باز آر میخو اینم این نمبرینگ که است اوکی الف نمبرینگ دادیم نه ببین اینوتیت برین در تگ اونجا میبینی که وقتی که تگ میکنی اونجا ریویژن یک میاد میبینی آر کتشان آمد این ریویژن یک اگر این تگ میکنی اینجا ریویژن یک میاد ولی ریویژن یک این نیستن ای که چی رقم حالی تغییر میتیم چی رقم اساین میکنیم و کامنت حالی میگیم برایتان سیز ای را سیلکت میکنی از تگ برین ای را سیلکت کنی سیز وقتی که سیلکت کردی در پراپرتیز برین یا اینجا برای مودیفای ریویژن کلاود برایتان معلوم میشه اینمی کامنت this door should be moved to west side به خاطر که این نزدیک اونمو دروازه چی هستن زینه هستن کانفلیکت هستن نه کتیا که دیگه ای باید ای طرفی چی بره طرفی وست ساید بره اونجا ما 10 سانتی برایش گفتیم شاید ای زیاد بره نه یعنی اینمی کامنت هم میخوای با دیزاین تیم روان کنی اون کلاود کردیم ای را اساین کنی برایشان این اساین شده اگر میگی که نه کامنت دو میتان هستن باز این کامنت دو وقتی که او را چی کردی اینجا خب ما دایی دوم چی کردیم صحیح ای را سیلکت کرده بودیم اینمی را اگر سیلکت کنیم وقتی که دوم برای چی میکنه این دوم برایش بگیرین اینجا کلیک کنین و خودش دوم میگیره خب این دوم گرفته ای پس اثر تک کنین این دوم سیز از اینجا میشه که برایش ای را اول میگیم ای را سیز به خاطر که کامنت سر بخوره سیز و ای را که هستن دوم میگیم این دو اگر آلی برین در تگ ای را تگ کنه این یک هست و دو هستن خب اگر میخوایی که ای چی معلوم نشونه سیاه هستن در خود ریویژن از رنگ سیاه و قدر استفاده نمیشه باید سرخ باشه به خاطر اینمی که رنگش تغییر بده وی جی انتر کنی ویزیبیلیتی گرافیکس اینجا برین در چی ریویژن پیدا کنی این دایی اینوتیشن برین خود او نیستن دایی ریویژن پیدا کنی
این ریویژن کلاود ای را که پیدا کردی اینجا پروجکشن سرفیس است دلتا رنگ بدل که دلتا مثلا خطیم بدلولی سی سولید سی ده رنگی سور رنگ ورطور که ویدا من شپاگ و ارسون را چه باره اوکی اوکی این رنگش هم تغییر شد اگر تین لاین برایش بگوین یا تیل انتر کنین اون ریویژن R2 R1 است خب ما اونمو کامنتا برایش دادیم رنگش هم تغییر کردیم رنگش آلی سری اینمی و دیزاینر چی بپامه که R1 R2 چی هستن او خو نمیپانه باید دشیت آورده شد بخاطر اونمو این لیول یک باید دشیت برین خو اینجا آمده ولی در خود اینمی شیت اینمی ریویژن که هستن هیچ ما نداریم تالی هیچ معلوم نمیشه نه در ریویت سافتویر میپامی که کجا هستن اگر ای را سلیکت کنین اینمی را در خود اکتیویت ویو برایش بگوین ای را سلیکت کنین اینجا دیده میتانی که چی هستن یا در پراپرتیز برین اینمی کامنت بخوانین ولی ای را که پرینت میکنین اونجا نمیان دیده لپاره چه حل تراسی چی میکنین ویو تازه دا دی اکتیویت که اینمی تایتل بلاک که هستن ای را سلیکت میکنی دا ایدیت فیمیلی میری این مهم هستن دا ایدیت فیمیلی که رفتن اینمی کمی ما بالا میبریم که اونجا جای بانه باو ای که هستن ای کار نداریم ای دیلیت شوه یک چندانه اینجا ریویژن هستن خو ولی ریویژن ای تو چی جور کرده به خطا جور کرده اون نمیپامه سافتویر که اون ریویژن چی رقم بگیره خو اگر ببینی اینجا هستن ریویژن هم نوشته کرده ریویژن نمبر هر چیز ولی هیچ کار نمیکنه اگر کار میکرد اونمو را مستقیم میگرفت اینجا باز میامد ای را ما دیلیت میکنیم سیز و کاری ما نیستم ای را که دیلیت کردی اینم اینجا برین دا ویو برین اینجا ریویژن سکیجول هستن خب تالی دا ای ریویژن سکیجول جور نشده او دا ای تایتل بلاک جور کرده بود تنها خطایی تکش کرده بود نوشته کرده بود که ای ریویژن هستن ولی اتومات کار نمیکرد به خاطری که اتومات کار بکنه باید اینمی ریویژن سکیجول جور کنیم ما ای را انزرت میکنیم سیز دا ای ریویژن سیکوینس هستن ریویژن نمبر هستن ریویژن دیسکریپشن ریویژن دیت ایشود بای دا دی خاطر آورم ایشود توم دی خاطر آورم سید اگر دیگه معلوماتم اینجا میاریم مثلا پراجکت انفارمیشن هستن کلش آورده میتونی او را کار نداریم سیز تنها اینمی را میاریم خلاص اینجا کرییت شد خب اگر اینجا ببینی سکیجول ما کرییت شد ای دا شیت چی رقم میاری شیت تان باز میکنی اینه شیت ای تو میگیری پیش که چی رقم میآوردیم اینجا شاید کلش جای نشوه خب اینجا کلش جای نمیشه ما ای طرفش میمانیم اینم اینجا ای سکیجول کرییت شد اگر حال اینمی ما دا او پروژه لود کنیم وارد میکنیم اینجا حال خودش میای خب اون کدام ریویژن که ما داشتیم مثلا ریویژن 1 هستن ریویژن دیسکریپشن هستن کلش مکمل نوشته کرده تاریخ نوشته کرده ایشود بای نوشته کرده ایشود تو که با کسی اینمی چی شده گفته شده که اینمی را اصلاح کنین اون نوشته شده کل معلومات اینجا هستن اگر ما حالی هر چی ریویژن اینجا زیاد میکنیم اونجا اتومات زیاد شده میره حالی ببین خب ما پس میرم در لیول 1
باز د یونیټیډ میریم ریویژن کلاود ګور دا اوس وګوره چې ته ریویژن کوې په هغه کې پی ډی اف کې څومره وخت دی په ایسته دلته وګوره هیڅ وخت دی نه لګېږي ریویژن لپاره دا دی چې کله هغه که لاړ شه مثلا ویو ته لاړ شه ریویژن دی دلته اډ که ډیټ ورته 2020 د اولې شل ورته وایي مثلا this wall thick should be 350 mm thick minimum اینایی که issued by کی شده کلاود انتر کلش اپلای میکنی اوکی میکنی اینجا تگ اگر تگ میکنی خوب هستن خوب اگر تگ برایش ببین خوب است اینا تگ میکنیم ببین وقتی که تگ میکنی ای اردو میگیرن و پیش که بود ولی اینجا بیاین اینمی وقتی که ای را سلیکت کردی خب در مودیفای برین ای را سلیکت کنی اینجا برایش اساین میکنی سافټویر یې قدرم نمیفهمه که او بفهمه که نمبر 3 ریویژن تا هستن چقدر مقصد یکمی کار سرشان میکنی اینجا 3 برایش اساین میکنی اگر حالی دو شیت برین دو شیت این اتومات باید رفته باشه اگر نه رفته باشه خوب گپ نیست اونمونجا خودش دیگه اپدیت شده میره اینمی شیت با اسپرین میکنی با دیزاینر روان میکنی با اون خیلی ساده معلوم میشه اگر میشه دیگه اینجا حالا این میدونید اینجا باز مثلا جوش تغییر بدین ایره مثلا دو بالا نباشه دای پایان سر از دو اومد ای باید دای پی ملی برین باز اونجا میتونی که ای را تغییر بتین دایش نمیتونیم جوش تغییر بدین نه دای نمیشه باید چی ببین میخواد دو بالا نباشه دو پایان باشه نه اینم تا جایی که ما میفهمیم باید دای پی ملی برین این ایدیت پی ملی این اینجا میتونی هر جایی که میبری هر جایی که میبری اینجا میبری اونجا میبری اینمی چیش تغییر میتی خودی کالامایش نه کالام ویده اگر تغییر میتی اینجا تغییر داده میتونی این طرف میاری او طرف او میشه اینجا میشه که تغییر بده نه در خود شیت به خاطر که اینجا تنهایی در پی ملی چی میشه در ای پی ملی ارد شده نه چیزی که در ای پی ملی از باید در پی ملی بره تمام شیتا در یک جای میباشه در یک منطقه میباشه در تمام شیتا اینمی ای 3 اینجا میباشه اگر ما مثلا در دو بریم در دو اینه دایی ما ریویژن نداریم نه ما ندادیم ولی او چیش هستن ریویژن سکیجول هستن اینجا ریویژن سکیجول اگر دیا بریم دایی هر چیز هستن خو نمبره که خودی چی گفت نه که پر پراجکت باشه و پر شیت اگر پر شیت باشه ای پس از این یک شروع میشه اینجا به خاطر که به یک شیت دیگه رفته او را فهمیدی خو یک گپ دیگه اینجا مانده او را بگویم دیگه خلاص سیز اگر ای را تغییر میتین اینمی خود منحنیا که است نه ای تو که شده دویو برین اینمی ارک لنت که است نه حالی 20 است اگر خردش میکنی 15 اپلای کنی او خرد میشه ای را خو گپ زدیم نه ای که مو داون هستن پایان میاری بالا میبری اونمو چیزا هستن مرج داون حتما کتی یک جای میشه اینمی بینیم که چی رقم کار میکن
خواهی را سلکت میکنیم دوی و میریم او سلکت است اگر بگویم مرج داون merging will modify all revision cloud of this revision do you want to proceed yes او زید دوم که بود که اونمو مرج شد یعنی رفت یعنی یک جا شد نه اگر ای ببینیم که اونمو چیزایش مرج نشده اینمی کامنت که داشتیم نه دیگه اونمو یکیش که هستن بخی رفت از بین رفت یا اگر ای را اپلای کنیم در خودی چی ببینیم در او سکیجوال او مرج شده دیگه یکش بخی وصف شده ای تو مرج نشده که همونمو کامنت باشه همینمی باشه او تو نشده بخی از چی شده او کامنت از بین رفته نه اینجا اگر ببینی اینجا آریک شده اینم اینجا آریک برایش گفته یعنی هر دو یک کامنت گرفته یک تک شده آریک شده خب دیگه چیزی خو نیستن دیگه بس است ایره سه میگیم برایش